پیش از آغاز آزمون مسئولین شعبه معارف ناحیه از باب دستگیری‌های سرور دولت در سمت معارف و هوسمندگردانی غالیبان و اشتراکچیان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است میان قشرهای جامعه سخن رانده اشتراکداران را به شرط‌های آزمون آشنا کردند. مشاهده می‌گردید که خوانندگان به آزمون با آمادگی مخصوص آمدند و می‌خواهند که مهارت خود را از روی نامیناسیاهای انتخاب کرده به داوران و اشتراکداران پیشکش کنند. طول 2 سال است که در این آزمون اشتراک می‌ورزم و این سال باشد با تیاری خیلی جدی تیاری خود را دیده می‌خواهم در سطح جمهوری و ولایت سزاوار جای‌های نمایان گردم. پیش از همه منتداری خویش را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانم که برای ما نورسان و جوانان چنین امکانیت‌های خوب و زمانوی را پیشکش نمودند که ما می توانیم در آزمون‌های سطح جمهوری رفته سویه دانش خویش را سنجیم. من زیاده از 200 کتاب و زیاده از 4000 مصرع شعر از یاد نمودم. از روی نامیناسیای اشعار بچگانه و از یاد کردن افسانه‌های خلق تاجیک اشتراک می‌ورزم. من در این آزمون با تیاری جدی آمدم و می‌خواهم که در دور ولایت و جمهوری سزاوار جای نمایان گردم. من زیاده از 250 تا کتابی بچگانه و 220 تا از همه شاعران و 100 تا حکایه را از بر نمودم. Буквам очень надоело, в то книжка спадает. باعث قید است که دستور هدایت‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن ارائه پیام به مجلس عالی کشور یک بار دیگر ثابت شد که ما راهبر معارف پرور و فرهنگ دوست داریم. هدیه کتاب تاجیکانی علامه باباجان غفوروف به هر خاندان تاجیک تأسیس کتابخانه‌ها در تشکیلات و مؤسسه‌ها و به این وسیله تا جای جلب کردن مردم به آثار گرانبهای ملت فرهنگ نیاگان و ایجاد پرقناوت ادیبان و شاعران معاصر از راهنمایی‌های سرور دولت به حساب می‌رود. سوم سال است که آزمون فروغ صبح دانایی طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در تمام جمهوری تاجیکستان شده گذشته سال است. امروز ما هم تصمیم گرفتیم که در ناحیه وخش دوری یکمی آزمون فروغ صبح دانایی را بین مؤسسات تعلیمی گذرانیم. در ناحیه وخش 7 جماعت است. ما تصمیم گرفتیم که 3 جماعت را یعنی جماعت رودکی، جماعت شهرک، جماعت 20 سالگی را در مؤسسه تعلیمی رقم 56 دعوت نموده آزمون را برگزار نماییم. آزمون اینک رفته ایستاده است. مسئولین شعبه معارف ناحیه وخش بر آن نظرند که محض برگزاری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است بر روحیه شهروندان کشور تاثیر مثبت رسانیده است. آنها با باوری اظهار کردند که امسال در ولایت و جمهوری جایهای نمایان و افتخاری را صاحب میشوند. من اشتراکچی در دویمی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. در نامیناسیای خواندن و از یاد کردن اشعار بچگانه و افسانه‌های خلق تاجیک میباشم. من اعضای کتابخانه ناحیوی و بچگانه ناحیوی و اعضای کتابخانه ولایتی به نام شمس‌الدین شاهی میباشم. من اولا منتداری خویش را به پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم که چنین آزمون‌ها برای ما چنین امکان‌ها فراهم آورده است. معارفچیان ناحیه وخش در اساس دستور و هدایت‌های رهبریت سطح عالی کشور عمل نموده طالب علمان را موافق نامیناسیای انتخاب نمودهشان با ادبیات‌های لازمه تامین می‌نمایند. پوشیدن است که مطالعه کتاب پیش از همه در بلند گردیدن سطح معرفت‌نوکی اهل جامعه زمینه گذاشته بهترین واسطه تربیت به حساب می‌رود. محمد شریف نورعلی، فخرالدین کریم، نمازعلی ارگش، ناحیه وخش اخبار.